نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. در آیات قبلی الله تبارک و تعالی دو طایفه را ذکر کرد، یکی علمای راسخین و یکی علمای زایغین. هدفهای هر دو طایفه را الله مشخص کرد. یک طایفه در تلاش فتنه و فساد خود بود برای ترویج مذهب و بدعت خود، در تلاش ازی بود که از آیات متشابهات توجیه را برابر بسازه، استدلال بکنه بالای حق بودن امو جهت و دعوت خود. و یک طایفه از علمای راسخین بودند که و می گفتند که هم از جانب الله تبارک و تعالی است، اما او دو طایفه بودند. یکی بودند که متشابهات هم می دانستند، آیتی طور توجیه می شد که غیر از الله دیگه کس یاد نداره، اما جمع در بین هر دویش آمده میتونه. چرا مراد از کسایی که میگه که ما از جمله راسخین هستیم متشابهات میدانیم، یکی معنای مرادش است که او معنا مطلب حقیقی گفته میتونیم، غیر از الله تبارک و تعالی دیگه کس یاد نداره. او یکی معنایی که سازگار با امرای آیات محکمات باشه و در تضاد با امرای آیات محکمات نباشه، ایره بله راسخین فی العلم میدانه. چرا یا مرجع یا اصل آیات محکمات قرار میده، متشابه را طوری تفسیر میکنه که هیچ منافات قطع آیات محکمات نداشته باشه. به طور مثال استواء علی العرش برای الله ثابت است، ما ثابت میکنیم، اما اونجا که الله میگه که لیس کمثله شیء، به مثل الله چیزی نیست، وقتی الله را سر تخت برقرار بدانی خوینش به مثل شی جور کردیشه، جواب است که کیفیتش ما نمیدانیم. همون رقم که لایق شان کیست؟ الله تبارک و تعالی است. از همون خاطر با آیات محکمات تضاد پیدا نمیکنه. راسخین در علم کسانی بودند که الله تبارک و تعالی مدح ازوار بیان کرد که وا همیشه محتاجی خود به الله پیش میکردند. یکی خوب مردمی بودند که صاحب عقل بود، یعنی بسیار از بصیرت کامل کار میگرفتند، فکرای خیلی عمیق داشتند در بررسی مسائل، اما طور سرسری فتوام نمیدادند، سرسری بحثم نمیکردند، بسیار عمیق میرفتند. اولوالالباب اما مردما را گفته بود. باز مردمانی بودند که همیشه در طول زندگیشان اینمی قسم پابند اطاعت الله تبارک و تعالی، محتاج خود به الله فکر میکرد و خصوصا از روز آخرت از رسوایش خیلی حراس داشتند. این در حقیقت درس برای تمام مؤمنا بود. هر کسی که راه حق پیدا میکنه نیاز به این داره که در او راه استوار باقی بمانه و همچنان آینده روشن داشته باشه که به نزد الله تبارک و تعالی این رسوا نشوه. آینده روشن نصیب امو مردمی است که همیشه در ذهنشی میایه که ما در یک میدان جمع میشیم، الله تبارک و تعالی قطعا محاسبه میکنه و الله هیچ وقت از وعده خود مخالفت نمیکنه. از امو خاطر تمام شؤون زندگی خود ای برابر میسازه به هدایات الله تبارک و تعالی. یعنی طور مردم آینده روشن داره و همینطور مردم ها ثبات و پایداری را در این راه حاصل کرده میتونه. کدام چیز است که آدم از راه درست و هدایت منحرف میسازه، اسبابی که انسان را تکبر میندازه؟ اکثر محرومین از حق و نمو مردمی است که خود کلان میتراشه، اینطور فکر میکنه ما نیاز نداریم. امروز الله رحم بکنه اکثر مسلمان ها خود بی نیاز از قرآن فکر میکنه، به ترجمه قرآن اینطور فکر میکنه که ما هیچ نیازی نداریم، به دعوت دین نیازی نداریم، به تبلیغ و تقریر دین نیازی نداریم. از پدر مسلمان پیدا شدیم، اینمی بس ماست، چیزی که پدرای ما کرده امور کفایت میکنه. و نمود یکی از جمله اسباب و وسایلی که انسان مانع از راه هدایت میسازه اینمی برتربینی خود است یا کلانتراشی خود است که تو در حقیقت هیچ چیز نمیدانی لیکن خود دانا فکر میکنی. امروز مسلمانای ما در این مرض خیلی بد گرفتار شده، کلشان اینطور فکر میکنه ترجمه قرآن کریم کاری بیکاراست. مردمایی که در اون جمیره همونطور مردمای لاابالیست نعوذ بالله، هیچ وقت یا احتیاجات به درس قرآن فکر نمیکنه. اینی مردم است که راه حق نه پیدا میتونه و نه سرش روان شده میتونه و نه امو آینده روشن برشان حاصل است. چرا؟ به خاطری که قرآن است که قلبها را تصفیه میکنه، قرآن است که اعمال درست میسازه، قرآن است که اخلاق پسندیده را برای ما درس میده. اگر در این صورت نباشه چه قسم انسان در درجه کمال و سعادت برسه؟ اسبابی که انسان از بین میبره و سبب تکبرش میشه قرآن کریم در اینجا یاد میکنه، مال و اولاد است.
مال عبارت از اون اسباب ضروری زندگی انسانی است که پشتی سر تفصیلا برای ما ذکر میشه. این باعث از این میشه که انسان راه حق پیدا نکنه یا پیدا کنه خو نعوذ بالله منحرف شوه. یکی اولاد است. اولاد هم انسان از راه حق باز میداره. بعضی اوقات محبتش یا همچنان روز و روزگارش تو رو وادار به این میسازه. مثل که عالی هر کس که امروز برش بگی تا در ترجمه بریم میگه والا سر من نان و نفقه فرض است، وگرنه این تو روز میشه که یک ماه در چوک میره خو کار پیدا نمیکنه. نمیگه که اینجا نان نفقه پیدا نمیشه. ما یقین داریم اگر یک ماه را برای 3 ساعت در ترجمه قرآن بیاید الله اسباب معیشتش هم برابر میکنه. ما این را یقین داریم. ولی با تاسف ابلیس لعین در دل از این وسوسه را میندازه که اگر تو در ترجمه قرآن کریم بری بس دیگر نان و نفقه اولادت پیدا نمیشه. این موضوع تنها برای عوام نیست، حتی علمای ما این تصور داره. حقیقت توحید بیان نمیکنه به خاطر که قطع نان و نفقهش از مردم میشه، مردم از مسجد میکششه. مثل که پشتی سر میه این موضوع مهمی که شهادت علماست. شهادت علما چقدر اهمیت داره. قرآن کریم در اینجا امو چیزایی که سبب کبر انسان میشه الله نتیجهش بیان میکنه که روزی فرا برسه که هیچ اثری نداشته باشه، نه مال و نه اولاد. در حالی که تو در تمام روزگار عبادت الله را انجام ندادی، در خدمت مال و اولادت بودی. در روزی میرسه که اینمی مال و اولاد دشمن برای تو میباشه. الله میفرماید ان الذين كفروا، کسانی که از نظام الله انکار میکنه نمیپذیره، فکر میکنه که مال و دارایی و این گپای مازیات است. مشرکین مکه همینطور مینازیدن، میگفتن ما صاحب حشمت و مال و جلال هستیم، ما لشکر خیلی زیاد داریم. از همون خاطر این دلیل برای پیشتازی و کامیابی خودم بعضی اوقات میشمردن. مثل که حال یک تعداد مردم اگر مالدار باشه و روزگاری خوب داشته باشه او را دلیل بالای حق بودن خود میدانه. میگه والا رای ما حق است، چرا اگر حق نمی بودیم من این قسم زندگی نمی داشتم. مسلمانه که در حالت سختی و تکلیف میبینه باز میگه نعوذ بالله، میگه رایش حق نیست. چرا اگر رایش حق می بود حتما الله ایره روزگار خوب میداد. لیکن این تصور غلط و نادرست است. چرا؟ مال و متاع دنیا چند روزه است. ایرم الله برای در اختیار انسان گذاشته که چه قسم استفاده از پیشش میکنه. الله میگه لن تغنی عنهم، هرگز دفع نمیکنه از این کفار اموالهم مالایشان ولا اولادهم نه اولادایشان من الله شیئا، از عذاب الله هیچ چیزی را دفع کرده نمیتونه. ببینی الله تبارک و تعالی در اینجا مال و اولاد کفار بی ثمر و بی نتیجه اعلان میکنه. مال و اولاد کفار است که یقینا هیچ اثر سرش مرتب نمیشه. زحمت و خواری را در دنیا زیاد کرده می باشن، خیلی می نازند در دنیا، اما در آینده هیچ چیز به دردشان نخورده. چرا؟ نه اولادشان به شیوه یا دستور اسلامی تربیت شده که او عقیده داشته باشه، کاری خیر انجام بده و برای پدر و مادر خود دعا بکنه، امو عمل صالحی که آینده برای پدر و مادر باقی میموند. از او خاطر اولادی از یا هیچ به دردشان نمیخوره، وبال است. و همچنان مالایشان چرا در راه درست مصرف نشده، عقیده نداشتن، بلکه در راههای کفر و بیدینی در مقابل اسلام مصرف کردن. از او خاطر مال و اولادی از یا بی نتیجه است. بالمقابل مال و اولاد مسلمان هیچ کدامش بی نتیجه نیست. در مورد مال ما و شما آیات را تیر کردیم که الله تبارک و تعالی چقدر رحیم ذات است، چقدر رؤوف ذات است که رزق الله بر ما خودش داده، باز از ما مطالبه میکنه و در مقابل وعده های میده که او وعده ها از جنت است، از جهان باقی است که یقینا او خریداری نمیشه به مال دنیا. لیکن رحم الله است که مال دادگی خود از ما پس میگیره و پس اینطور نعمت بر ما ارزانی میکنه که یقینا دنیا با او مقایسه شده نمیتونه. این احسان بزرگ الله تبارک و تعالی است. مؤمن چقدر قدر و قیمت پیش الله داره که مالش همینطور قبول میکنه. اولاد مؤمن همینطور است. چرا؟ اولاد مؤمن حتما به ایمان تربیت شده، در راه نیک تربیت شده. او قدم که میگذاره دعا برای پدر و مادر خود میکنه، بلکه عمل نیکی که انجام میده پدر و مادر در او شریک است. چرا که اولاد از کسب خودی پدر و مادر میباشه. از همون خاطر کدام اولادی که واقعا دیندار است، متدین است، اعمال صالح انجام میده، پدر و مادر در او اعمال قطع شریک است. از ثواب اینمی اولاد به مو پدر و مادر هم میرسه. لیکن کافر اینی حالتش است. و اولئک هم وقود النار، این مردم در گیران آتش است. در گیران به خاطر میگه که یکی آتش دنیاست که از بیرون در میگیره، آتش آخرت از درون در میگیره. وجود کافر آتش میشه. از همون خاطر کل کالبد وجودش یکدم همون ازم آتش جهنم جور میشه. الله نگاه بکنه. چرا؟
به خاطری که این مردم از درون دشمنی با اسلام اعلان کرده. حتی الله که کدام قوی تفکر برش داده بود که سنجش کنه که آیا ما برای چی در دنیا آمدیم، امور هم در کار ننداخته، غلط فکر کرده. نعوذ بالله. از او خاطر الله از قلبش آتش شروع میکنه. کدأب آل فرعون والذین من قبلهم. داستانای امتهای سابقه درسای عبرت بزرگ برای آینده ها می باشه. مردمان آینده بسیار میتونن اگر وعظ و نصیحت کسی اموتور برش تاثیرگذار نیست، قومای سابقه را نظر کردن بسیار انسان بیدار می سازه، هوشیار می سازه. قرآن کریم برای اهل مکه امیر بیان میکنه که حالت از یا به مثل حالت و عادت از یا به مثل حالت و عادت آل فرعون است. تابعداری فرعون، آل فرعون لشکر فرعون است. کسی که تابعداری از نظام طاغوتی کرده این را به نام آل یاد میکنه. یعنی معامله قطینمی اهل مکه به مثل معامله با امرای آل فرعون است. والذین من قبلهم، و کسانی که پیش از آل فرعون بودند. چرا؟ یا یک وجه مشترک داره. فرعون و قبل از فرعون امتایی که تیر شده با امرای اهل مکه فعلی وجه مشترک داره. او قاعده است که هرگاه کدام علت در کدام زمان پیدا شود، امو نتیجه بالای علت حتمی مرتب شده نیست. ای به تاریخ تغییر نمیکنه که 100 سال پیش اینمی علت نتیجه داشت ولی آلی امو علت نتیجه نداره. نه، اونمو قسم نتیجه داره. کدام بودو مثلا موضوع مشترک؟ کذبوا بآیاتنا، نسبت دروغ کردن با آیاتای ما، یعنی نشانه های قدرت ما را نظر نکردن، دلایل توحید ما را تأمل نکردن، معجزاتی که روان کردم او را حق ندانستن، برخلاف پیغمبران، برخلاف او مردمی که واقعا دلسوز در جامعه بود و مردم رهبری طرف حق میکرد، در مقابل از واقع قیام کردن. این وجه مشترک تمام مشرکین و کفار است. نتیجه چی است؟ فاخذهم الله بذنوبهم. الله ظالم نیست، هیچ گاه دشمنی ذاتی با کسی نداره، نه دوستی ذاتی با کسی داره که کسی بچهش باشه یا بچه خوندیش باشه، نعوذ بالله، و نه با کسی رشته داره. الله تبارک و تعالی، الله تبارک و تعالی هر جزایی که مرتب میکنه به اساس عقیده و عمل انسان است. الله دشمنی ذاتی با کسی نداره. فرعونیا یا قبل از او یا بعد از او هر قدر کسی که میآید یا کلش انسان است، الله پیدا کرده شه. لیکن مشکل اینجاست که یا کدام استعداد قابلیتی که الله برشان داده بود در راه حق مصرف نکرد، برخلاف حق، بر ضد حق مصرف کرده. از او خاطر الله تبارک و تعالی برشان اینا میگه فاخذهم الله بذنوبهم. الله گرفت یارا به سبب گناهانشان. اگرچه حالت ازوار خود قرآن بیان میکنه، اما هشدار بزرگ به ما است. اگر ما مؤمن هستیم، ما ذاتا قطع الله کدام رشته نداریم. ایمان ما رشته ماست، عمل ما رشته ماست. اگر دی ضعف آمد، ایمان ما نعوذ بالله نقص شد، شرک قطش یک جا شد و عمل ما نقص شد، نعوذ بالله به طریقی پیغمبر نشد، یا نعوذ بالله اموری بود که الله منع کرده بود، باز دیگه مؤاخذه الله شامل حال ما میشه. بازی طور نمیگیم که نه ما خب به نام مؤمن هستیم، در تذکیره نام ما مؤمن نوشته شده، الله ما را عذاب نده. نه، اینجا باز الله تو را خوب عذاب میده. او خو هیچ عقیده نداشت که عمل نمیکرد، تو خو عقیده هم داشتی عمل نکردی، اینجا تو بعد دوچند برد عذاب داده شود. قرآن کریم همی گپ یاد میکنه که نتیجه سری علت مرتب میشه. فاخذهم الله بذنوبهم، گرفت الله یارا به سبب گناهایشان. او الله شدید العقاب، عذاب الله سخت است. اینطور نباشه که عذاب دنیا واره یا برای خود کسی را مقرر میکنی رویدار یا زوردار یا پول و پیسه میدی. نه، عذاب الله سخت است، از او خلاصی هیچ راه امکان نداره. قل للذین کفروا، پیشنگویی که قرآن کریم میکنه. این بیان قرآن کریم زمانی میشه که مسلمان ها در حالت خیلی ضعف قرار داره، نه لشکری قوی داره، نه مرکزی قوی داره، نه اسباب قوی مبارزه و جهاد داره و نه آنقدر توانمندی داره که با دشمن مقابله بکنه. اما وعده الله تبارک و تعالی جداست. کسایی که نور ایمان در قلبش تابیده باشه، حقیقت صفات الله در قلبش جا گرفته باشه، باز اونجا میبینه که نصرت توسط اسباب است یا نصرت توسط الله است. اسباب هم که الله اسباب جور کرده، تاثیر الله مندازه. خود اسباب هیچ چیز نمیتونه اگر الله تاثیرش نندازه. از همون خاطر قرآن کریم توجه مسلمان ها را به این میگردانه که ببینه لا و لشکر دشمنا سبب رعب شما نشوه، بلکه ایمان شما اینطور اسلحه است که در مقابل همه وسایل جنگی کفار مقابله کرده میتونه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام،
این پیشنگویی است و همین پیشنگویی قرآن کریم همین رقم که بیان کرده بود همون رقم ثابت شد. جنگ بدر واقع شد. در جنگ بدر حالات مسلمان ها و حالات کفار با هم قطعا قابل مقایسه نبودن، اما الله تبارک و تعالی چطور نصرت و پیروزی را شامل مؤمنان میکنه؟ چه میگه؟ بگو پیغمبر للذین کفروا، به او کسانی که انکار میکنه از این نظام برحق. یعنی گرفتن در آخرت نیست، در دنیا هم گاهی گاهی الله تبارک و تعالی در دنیا هم شما را مبتلا به عذاب خود میسازه. اینطور نیست که تنها در آخرت باشه. ستغلبون، زود است که شما مغلوب گردید. و تحشرون الی جهنم، در دنیا مغلوب گردی به دست مسلمانا که خب شما درد بکشی، رنج بکشی، عذاب از دست مسلمانا ببینی. و تحشرون، بعد از مردن در آخرت جمع کرده شوی الی جهنم، به سوی جهنم. شما آنقدر نتیجه غلط داری، آنقدر نتیجه فاسد داری که هم در دنیا رسواستی و هم در آخرت فقط جهنم جایتان است. چرا؟ علت است که شما مسیر ترک کرده، آن چیزی که حق است از او انکار میکنی. و بئس المهاد، خیلی بد بستر است جهنم. الله نگاه کنه، دنیا خو به هر قسم تیر بشه اما مهم آخرت است. در اینجا الله تبارک و تعالی وعده داد که یا مغلوب میشوند. این وعده در صورت داده میشه مسلمان ها خیلی ضعیف هستند. پیغمبر علیه السلام نو هجرت کرده، سال دوم است در مدینه منوره و امرای انصار هم تعهد طوری کرده که در داخل مدینه و در ما حول مدینه از پیغمبر دفاع میکنه، از بیرون مدینه بعد این تعهد قطعی پیغمبر نکرده. بازم موقعی که میاثر میشه با جنگ، این بسیار خیلی زیاد با هم تفاوت داره. یک طرف 1000 نفر لشکر است، بنابر یک روایت یا 950 نفر، 50 نفر از رفته بود بازگشته بود، و یک طرف 317 یا 313 نفر است، راجع قول 313 نفر است. در یک طرف شتور و اسلحه را ببینی و دیگر طرف ببینی، برای تو واضح میشه که مسلمانان در کدام مستوى قرار داشتن و کفار در کدام مستوى قرار داشتن. الله این وعده را داد. اینطور وعده ها یقینا تاثیرگذار در او قلبای نیست که مریض است و حقیقت ایمان درک نکرده، حقیقت صفات الله را نمیدانه. اما کسانی که یقینا قلبش روشن است، با الله عقیده داره، میدانه که بله اصل غلبه و نصرت پیش الله است. الله علی می فرما قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا، برای شما نشانه بود، یعنی نمونه بزرگ عبرت بود، درس گرفتن بود. لکم برای شما، قد کان لکم بود برای شما، آیتون نشانه بزرگ درس عبرت به حقانیت اسلام و باطل بودن کفر. با ای که الله نصرت میکنه اسباب نصرت نمیتونه، با ای که وعده الله حق است هیچ وقت بازگردانده نمیشه. کلی از یاد درسای عظیم بود. اگر یک جنگ بدر ما یقینا از نگاه عبرت و درس مطالعه بکنیم، سیرت رسول الله باید به می سیستم تدریس شود که ما از جنگ بدر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی درسا بگیریم و چی بکنیم، چی طور تصمیم داشته باشیم. اونجا قربانی صحابه، اونجا متانت صحابه، اونجا استقامت صحابه، اونجا فداکاری صحابه، اونجا محبت صحابه با امر پیغمبر. هر کدامش که آدم طول میکنه اونجا معلوم میشه که ایمان چی است و ایمان نامی چی است. امروز خب به نام هر کس میگه که من مسلمان هستم، اما میدان عمل که بیا از قربانی باز کسی حاضر نمی باشه. لیکن صحابه دموتر مقامات سخت بالکل پایدار بودن و خود فدا میکردن. از او خاطر واقعاتی که در زمان پیغمبر علیه السلام رخ داده یک داستان نیست، او در حقیقت درسای عظیم برای زندگی عملی یک مسلمان برای در آیندهش است که چه قسم زندگی را ما پیش ببرم. صحابی چه خوی خاصیت داشت، زنیش چه خوی خاصیت داشت، اولادش چه خوی خاصیت داشت، چه رقم بود. خانواده مکمل معلومات حاصل بکنه. اونجا اینطور نبود که زن بگه که نه 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 نرو. آلی بچه میره در طرف جهاد، مادر میگه که شیری خدا نمیبخشم، عاقد میکنم، پدر خو بس دیگه در خانه من نبیایی، چرا تو در جهاد میری؟ عجیب خو نیست؟ اونجا اینطور گپ نبود. اونجا مادر به بچه خود میگفت بچم پیغمبر در سفر بره به جهاد و تو در اینجا باشی، ما شیری خدا نمیبخشم. پیغمبر در جهاد شرکت کنه و تو در اینجا باشی، دیگه در خانه ما روید بر روی ما نخوره. اینطور بود و ذهنیت جور شد. ایمان واقعا در قلوب کلگی داخل شده بود. هر کسی تلاش میکرد که ما این افتخار از کجا کمایی کرده بتانیم. اونجا افتخار به این بود که بچه شهید میشد
اونجا افتخار به این بود که بچه اول در سنگر برآمده، اول نام خود داده. اونجا افتخار در این بوده که کسی که بالغ نبود میرفت از صف لشکر پس کشیده میشد، گریان می که چرا ما در جهاد گرفته نمیشم. امروز داد اسلام هر کس میزنه، لیکن کی است که واقعا در میدان عمل آماده باشه؟ بسیار حالت سخت است، بسیار جای تأسف است که پدر و مادر مانع اولاد خود میشه. چی اولاد چی میکنی؟ قرآن بالا نگفت که اولاد دفع کرده نمیتونه از عذاب الله چیزی را؟ اولاد کافر و تو رس، اولاد مؤمن باید شفاعت بکنه. یک شهید 70 نفر شفاعت میکنه، تو باید فرزندی داشته باشی که تو مستحق جهنم شده باشی او شفاعتی تو را بکنه. تو باید او قسم باید باشی، با او سیستم باید باشی، نه اینطور که نعوذ بالله راه ها را طلب میکنی، بهانه ها را میجویی به خاطر از اینکه در جهاد شرکت نکنم. قرآن امی گپا را برای ما میگه. برای شما بود قد کان لکم آیتون، نمونه عبرت و درس کامل، فی فئتین، در دو جماعت، در دو طایفه، التقطا که با هم روبرو شدن. کدام طایفه ها بود؟ قرآن این طایفه ها را اینطور معرفی نمیکنه بچه از خاندان فلان، از قوم فلان، از منطقه فلان. نه نه، فئتون تقاتل فی سبیل الله. علامات مشخص یک جماعت اینمی بود که خاص به خاطر رضای الله جهاد میکرد. آلی اونجا نمی بود که پاکستانیست، این چینیست، این دیست، این عربیست. امروز مردم ما حساسیت قطعی چی داره؟ منطقه و نام داره. پاکستانی که بگوی یک دم همیتور میایش میخیزه، عربی بگوی جناب محترم تو کدام مسلمان هستی؟ صرف به می خاطر آیا در پاکستان همیتور افراد مجاهد و مسلمان پیدا نشد؟ تو را جای نداد؟ امیالی کل علمای تربیت در دامن از ما نشده؟ ما خودم که ترجمه قرآن برات میکنم، تربیت توسط علمای پاکستان شده و برای ما اینطور آدمی غریب نان آورده که یک اتاق داشت، یک اتاق، و روزی که نان آورده نانی از او را نخوردیم به این خاطر که غریب است گریان کرد. چرا نانی ما غریب هستم نانی ما را نمیخوری؟ پس روان میکنی؟ اونو طور مردم هم هسته. تو محض پاکستانی این پاکستانی ها اینطور است، این عربا اینطور است، این چینی ها اینطور است. جناب مسلمان تو باید دین خدا بدانی. قرآن کریم یک نکته را برات بیان میکنه، فئتون تقاتل فی سبیل الله. هر کسی که در راه الله قدم میگذاره برای خدمت دین، ولو امریکایی باشه روسی باشه، خو مسلمان است، در راه الله در دین الله خدمت میکنه، تو تعصب قطعش نداشته باش. امروز امی شعارا خیلی زیاد زمزمه میشه، امی انگیزه در ذهن مردم بسیار قوی شده رایسته. چرا؟ مسلمان هستی. هر کسی که قدم در راه الله میگذاره برای خدمت دین الله، برای قایم شدن نظام الله، تو تقدیر که تو را بهترین شخص بدان. قرآن کریم اینجا نمیگه که یک جماعت در مدینه بود و فلان قوم بود. نه نه نه، حتی انصار و مهاجره در قرآن کریم یاد نمیکنه به این سیستم. میگه فئتون تقاتل فی سبیل و اخرى، دوم طایفه کافرتون، منکر بود از نظام الله، از دعوت دین الله منکر. یرونهم مثلیهم، که میدیدن امی کفار مسلمانا را مثلیهم، دوچند خود، رأی العین، به نظری چشم نه به نظری وهم. به می چشم سعی میکرد که مسلمانا از ما کده زیاد است. دادا اسمانونو نازمکی تنازل شو، دادا